نکته آخر، درونگراها مستعد افسردگی هستند، برونگراها مستعد بیش‌فعالی هستند. این دو تا هم توضیح بدم، خیلی مهمه، خیلی مهمه. درونگرا موسیقی زیاد گوش میکنه، مخصوصا موسیقی های رپ. رپ حالت افسرده است. رپ تموش داره. خوبه، عالی. رپ افسرده است. یه چیز بگم، اونا که موسیقی گوش میدن بچه‌هاشون، موسیقی رپ جامعه شناسا میگن نوعی مبارزه هنریه. ناکامی‌ها و بدبختی‌های جامعه تو قالب هنر بیان میشه. روانشناسا میگن موسیقی رپ به خاطر کلمات منفی که پشت سر هم داره طرف دچار افسردگی ماژور میکنه. مواظب باشن، دختر نوجوانا مواظب باشن. نمیدونم با آقایون خانم‌ها شنیدید رپو؟ میگه درد، نامرد، له، داغون، بدبخت، همه این حرفاست. بچه میترکه. بخونم واسه تو یه تیکه. همه جا درده، میدونی چرا طرف نامرده، منو ول کرده، هوا سرده، مامانم خونه نیست، رفته انگلیس، نمرم شده 20، شمارم شده خیس. چرا تو پرت؟ بعد بچه گوش میده اینجوری میکنه، منو میگه. همینجوری درونگراها تعطیل ها، اینم گوش میده. برونگراها رو بهشون میگن بیش‌فعال. این توضیح بدم خیلی مهمه. ما بیش‌فعال نداریم. نگید بیش‌فعال، بگید انرژی مازاد آپارتمانی کالری دفع شده. تو خارج اینو میگن، در دنیا از هر 100 نفر 3 نفر بیش‌فعاله، در ایران از هر 100 نفر 90 نفر بیش‌فعالن. ببین بچه تو میره، گوش کن، میره پارک 300 بار سرسره سوار میشه، 200 بار تاپ سوار میشه. این اکتیو، این بیش‌فعال نیست. بیش‌فعال اینه میره بالای سرسره میخواد خودشو پرت کنه پایین، این بیش‌فعاله. قاطی نکنید بحث رو. متولد دهه 40، دهه 50، دهه 60 بچگی من و شما دفع کالری بود. پیاده روی صبحگاهی به مدرسه بالاترین دفع کالری داشت. کیفی داد دستم، گفتم برو مدرسه. میرفتی مدرسه، هر چی داشتی تو راه میسوزوندی. زنگ تفریح بزن کلیم، بزن کلیم، بزن کلیون، هر چی داشتی دیگه بیشتر از مصرف میشد. ظهر میمدی خونه داد میزدی کالری، یعنی نهار نبود. یخچالم قفل کرده بودن. یخچال واز میکردی با ترفندی، چی بود اون تو؟ 100 رب. ما چی بودیم؟ ربم قایم میکردن از ما. یه خود نون رب میخوردی کالری دار میشدی. یا حیاط بود یا کوچه یا باغچه، بالا بلندی، گرگن به هوا، وسطی گل کوچیک. میمدی خونه شام نون به دهن خوابت میبرد. این بچگی من و شما بود. حالا بچه‌های ما 80 90 مامان تو خواب حاضرش میکنه، یه وقت بچه اذیت نشه میندازه تو سرویس، یه وقت نشکنه، سرویس تو کلاس تخلیه میکنه انگار معلوله، میندازن تو نیمکت بچه باش درد نگیره. زنگ تفریح هم که سرش درد میکنه بیرون نمیره. زنگ ورزش هم که هوا آلوده است ماسک میزنه. این بچه ماست. بعد میاد خونه، پروژه خوردن شروع میشه. بخور نخورم، بخور نخورم. این چی بخوره؟ چه سوزونده بخوره آخه؟ مامانش هم که لیسانس داره، مامانش هم میذاره تو اینترنت چه بکنم بچه غذا بخورد، نوشته قطار بازی کن. یه قاشق میگیره دستش، قطار بازی، قطار ببر تو تونل. اونم میگه تونل ریزش کرده، نموش. این شده زندگی بچه‌ها. بعد بچه با مولتی ویتامین، با نمیدونم بگو اسمشو، اشتها آور 2 لقمه غذا میخوره، بعد از اون میخواد بسوزونه. همین که راه میره مامانش میگه راه نرو، پایینی میاد بالا، راه نرو بیش‌فعال. زن اومده مثلا من میگه آی دکتر بچه‌م راه میره، آی دکتر گریه میکنه. اون عدم تمرکزی که بچه‌ت داره میگه بیش‌فعال، بهش ریتالین دادی، ریتالین سمه. عدم تمرکز بچه تو و اکتیو بودن بچه تو فقط به خاطر کارتون زیاده. بچه‌ها که کارتون زیاد میبینن عدم تمرکز پیدا میکنن، گیج میشن و این خطرناکه. همینه داستان. خب خیلی ممنون از توجهتون. انشالله که بحث امروز اذیتتون نکرده باشه. خوب بود کلاس؟ خوب بود؟ به افتخار خودتون کف بزنید. جنبندی. حرف آخرم 1 دقیقه است. هیچ چی نمیخوام بگم. میخوام بگم زندگی تو مقایسه نکن. فقط همین. خدا عقل میده، پول نمیده. پول میده، عقل نمیده. عقل و پول رو با هم میده، بچه نمیده. عقل و پول رو میده، بچه رو میده، مادر سرطان خون میگیره. عقل و پول رو میده، بچه رو میده، مادر سرطان نمیگیره، خواهر طلاق میگیره. میفرماید لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان در مشکل آفریدم. و در جای دیگه میفرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. معنیش اینه خدا به بنده هاش میگه یه توپ دارم قلقلیه، بنده ها مثل توپ قلقلی ان، سرخ و سفید و آبیه، از هر فرهنگی هم آفریدم، بخوام کسی رو بالا ببرم یه کار میکنم، میزنم زمین هوا میره، نمیدونی تا کجا میره، به شرطی که قر نزنه. یوسف یواش زد زمین، رفت ته چاه. یوسف هیچی نگفت، شد عزیز مصر. حسین محکمتر زد زمین، چون جلو چشش بچهش تیکه تیکه شد. حسین نگفت چرا من، گفت رزم به رزاق، شد عزیز عالم. کم نیارید تا آسمانی شوید. شاد و موفق و سربلند باشید. متشکرم.